سلام خدمت همه دوستان عزیز. عمانی هستم با این تحلیل پروژه دیگه در خدمتتون هستیم. برج بوسته یه واحد 6 دیگر داریم، یه واحد بسیار مدرن و مینیمال. همونجوری که مشاهده می‌کنید فضای بیرون رو داریم با کاغذ دیواری و ابزار دیواری نورپردازی تزیین شده. در واقع میز تیوی هم نورپردازی رو اضافه کردیم. ترکیب رنگ کاپوچینو و نیمگره رو توی این واحد داریم. برای قسمت آشپزخونه یک کمد فریملس در نظر گرفتیم با تزیین نور خطی و همراه فضای پیش‌بینی شده برای مایکروفر و صفحه شرکتی رو داریم. در واقع ترکیب MDF سوپرمات و پایگلاس برام رو داریم با رنگ کاپوچینو. در واقع نور خطی رو به کار اضافه کردیم. تو سقف هم نور خطی رو داریم. کلا نورپردازی توی واحد از نور نشنال استفاده شده. جزیره رو داریم و همراه کشو فضای نشستن و در واقع کابینت. سرامیک بین کابینتی ست خود کار هستش. ترکیب بسیار ترکیب دلنشینی، همونجوری که مشاهده می‌کنید قسمت‌های مختلف کار، همچنین در واقع فضای یخچال که فضای پرت واحد بوده استفاده شده. جزیره هم جزیره با عرض 80 در نظر گرفته شده برای قرار دادن لوازم و بیشتر برای استفاده از هر دو طرف شکرچی رو داریم. دوباره ترکیب رنگ کاپوچینو و نیمگره به همراه آینه کاری، همونجوری که مشاهده می‌کنید بسیار بسیار ترکیب زیباییه و آینه کاری در قسمت ناهارخوری رو داریم و همراه ابزار دیواری و کاغذ دیواری نور خطی رو در واقع تکرار کردیم و برای قسمت اتاق خواب‌ها بریم که اتاق خواب‌ها رو ببینیم. برای اتاق خواب اول از نورپردازی با نور مخفی استفاده کردیم و همراه والژر یه فضای کمد رو داریم که در واقع با کشو، رگار و طبقه تکمیل شده. آینه قدی رو در هر سه اتاق خواب داریم و مشاهده می‌فرمایید. برای اتاق میانی دو فضای کمدی داریم. فضای کمدی اول و همراه آینه قدی، دوباره کشو، رگار و طبقه که تکرار شده. این قسمت کامل طبقه بندی هست. کمد دیگه هم در همین شکل در واقع کشو، رگال و طبقه رو داریم. ترکیب رنگ سوپرمات نیوگره و کاپوچینو برام ترکیب بسیار زیبایی رو داریم. باز نور مخفی رو در سقف تکرار کردیم، همونجوری که مشاهده می‌کنید شیالات نصب شده. و برای قسمت اتاق مستر یه فضای کمدی با آینه قدی برای پشت در رو در نظر گرفتیم. کشو، رگال و طبقه در این کمد هم موجوده و نورپردازی با نور مخفی رو داریم. فضا بسیار ساده و مینیمال کار شده. کاغذ دیواری رو به کار اضافه کردیم و برای قسمت پشت ستون هم طبق روال همیشه ما این ترکیب رو داریم که در واقع لوازمشون رو بتونن بهتر فضا داشته باشن برای جا دادن لوازمشون. ترکیب رنگ بسیار جذابیه. کار متفاوتیه و امیدوارم که تک تک شما عزیزان رو در محل دفتر زیارت کنم. ممنون.